میان بهرام و برجیس یک گروه از کوهسنگ‌های گردان برای خود چرخگاهی دارند. سنگ‌های گردان پس از پدید آمدن سامانه خورشیدی ما. آنها آرام در جنبش هستند، ولی پیش آمد رخ می‌دهد. با هم برخورد کرده یا بر اثر گرانش برجیس تکان‌هایی می‌خورند و یک سنگ گردان از چرخگاه خودش بیرون پرت شده است. با گرانش درونی خورشید و با یک فشار از بهرام، این کوه کیهانی همکنون یک پیکر پرت شده است. 65 میلیون سال پیش این پیش آمد رخ می‌دهد. کوهی از سنگ و فلز با کلفتی 10 کیلومتر به زمین کوبیده می‌شود. یک کوبش، روز پایان زندگی دایناسورها.